مدیر شعبه معارف نویه جیهون ولایت قتلون پس از 6 ماه فعالیت از وظیفه برکنار کرده شده است. اما مسئولین ریاست معارف ولایت قتلون و وزارت معارف و علم کشور میگویند که انظورت نظرزاده از وظیفه برکنار نشده است، بلکه با خواهش خودش از این وظیفه دست کشیده است. این در حالی است که طبق معلومات رسیده گروه کارمندان شعبه معارف و برخی از دیرکتوران مکتب‌های میانه نویه جیهون از رفتار مدیر شعبه انظورت نظرزاده به مقامات شکایت برده خواستار رسیدگی به مشکلیشان شدند. رئیس اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت قتلون شیرینزاده محیدین در صحبت تلفنی به فرش گفت در اساس شکایت کارمندان ساحه معارف نویه جیهون فعالیت کاری مدیر شعبه معارف انظورت نظرزاده تفتیش و یک قطار کمبودی ها را آشکار کردند و به وزارت معارف و علم کشور معلومات نامه پیشنهاد کردند. سردار ریاست معارف ولایت قتلون غزلشاه سفرزاده تفتیش فعالیت کاری مدیر سابق شعبه معارف نویه جیهون انظورت نظرزاده را تصدیق کرد، اما گفت مسئله از کار آزاد شدن او در اساس روزگی و عریضه خود نظرزاده به وزارت معارف و علم صورت گرفته است. از روی معلومات داشته من مسئله آزاد شدنش در اساس عریضه خود نظرزاده بررسی شده است و مقامات نامزدهای نو را از حساب آموزگاران محلی به وظیفه مدیر شعبه معارف نویه جیهون پیشنهاد کردند، گفت غزلشاه سفرزاده. سردار ریاست کادرها و کارهای مخصوص وزارت معارف و علم جمهوری رجبزاده بیک مراد نیز در تماس تلفنی به فرش گفت کمبودی های آشکار شده در فعالیت کاری سابق مدیر شعبه معارف نویه جیهون انظورت نظرزاده اساس از وظیفه سبکدور شدن او نیست. به گفته این مسئول وزارت معارف و علم انظورت نظرزاده با عریضه خودش از وظیفه دست کشیده است. خود انظورت نظرزاده در صحبت کوتاه تلفنی به فرش سبب از وظیفه دست کشیدنش را بیماری عنوان کرد و همه گونه شکایت کارمندان و آموزگاران را رد کرد. سلامتیم خوب نیست، بیماری دیابت قند شدم، من خودم عریضه از کار رفتنم را نوشتم، در 2 جلسه بیهوش شدم، یگان آموزگار هم شکایت نکرده است و تفتیش هم نشده است، گفت مدیر امکنون سابق شعبه معارف نویه جیهون انظورت نظرزاده تا تعیین گردیدنش به وظیفه مدیر معارف نویه جیهون در مکتب رقم 7 نویه جلال الدین بلخی به حیث مدیر فعالیت کرده است.